سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان عزیز. خب متاسفانه لحظه صفر مناقشه جمهوری اسلامی و اسرائیل فرا رسید و از حدود 4 روز 5 روز پیش حملات هوایی اسرائیل به خاک ایران آغاز شد و متعاقباً جمهوری اسلامی هم شروع کرد به پرتاب موشک و درگیری همچنان داره تشدید میشه. بخش عمده از مردم شهر بزرگ در حال ترک شهر بزرگ هستند و حدود نزدیک به 300 نفر، کمتر از 300 نفر از هموطنان ما کشته شدند، در کنار رأس رهبران نظامی و فرماندهان ارشد نظامی و شخصیت‌های هسته‌ای، دانشمندان هسته‌ای و همطور مردم عادی. خب گذشته از اینکه چه پیشبینی در مورد آینده جنگ و روند جنگ خواهیم داشت، بررسی دلایلی که به این نقطه رسیدیم خودش میتونه روشنگر بخشی از مسیر آینده باشه. من به 6 تا عامل اصلی اینجا اشاره میکنم سریع که چرا و به چه دلایلی ما امروز به این نقطه رسیدیم. 3 تا از عوامل داخلی هستن و 3 تا از عوامل هم در عرصه منطقه‌ای. اولین عامل به نظر من سیاست عجیب غریب و غیر معقول و غیر منطقی و غیر ممکنه محو اسرائیل بود از لحظه تأسیس جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب سال 57 استقرار جمهوری اسلامی و رهبری آقای خمینی در اون حکومت در عرصه منطقه‌ای و این سیاست عجیبی که نه ممکن هست، نه مطلوب هست و نه منطقی در جهت حذف یک موجودیت دیگری در خاورمیانه و اون هم موجودیتی که از نظر نظامی، اقتصادی، امنیتی و تشکیلاتی قوی ترین کشور منطقه هست و حدود 250 کلاهک هسته‌ای و بمب هسته‌ای داره. این سیاست غلط خودش رو در تمام ارکان کشور تحمیل کرد و توسط قانون اساسی مشروعیت گرفت که تعیین سیاست‌های کلی توسط رهبر صورت میگیره و در واقع یک نوع گروگانگیری ملت ایران برای این سیاست بود، هم به نحو ایجابی و هم به نحو سلبی. سیاست دومی که منجر به وضعیت امروز شد ابهام هسته‌ای و در واقع پنهانکاری هسته‌ای بود که نه ایران رو به نقطه پایانی، یعنی رسیدن بمب اتم و در واقع در اختیار گرفتن بمب اتم رسان و نه توانست ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای و غنیسازی ایران رو به نحو ایجابی برای دنیا ثابت بکنه. این ابهام هسته‌ای و پنهانکاری باعث شد که در واقع یک بی‌اعتمادی اساسی و یک پرسش کلان اساسی در افکار عمومی و کشورهای بزرگ و قدرتمند مطرح بشه که دلایل داشتن چنین برنامه هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی چیست واقعا؟ چون نه ما به بمب اتمی رسیدیم علال‌ادعا و نه این انرژی هسته‌ای توانست برقی از این کشور تامین بکنه و یا کمکی به توسعه این کشور بکنه و تبدیل شد به اصلی ترین عامل عدم توسعه این کشور. و این عدم شفاف سازی و سیاست ایجابی اتخاذ یک نوع ابهام هسته‌ای در کنار وضعیتی که به برجام منجر شد و تمام دستاندازی هایی که و کارشکنایی که رهبر جمهوری اسلامی و تیم او و نهادهای وابسته و مجموعه حکومت برون از دولت روحانی برای انهدام درونی برجام به کار بستن، در حالی که تمام موقع به رهبر جمهوری اسلامی گفته میشد که برجام یک نوع تضمین امنیت ملی است، چرا که پذیرفته شده بود در متن برجام غنیسازی ایران در داخل خاک ایران زیر 4% و اونور هم در واقع امریکایی‌ها هم پروژه حذف در واقع تغییر رژیم رو حذف کرده بودن و یک پروژه بود که توافقی بود که امنیت جمهوری اسلامی و ایران رو تأمین می‌کرد. اما حسادت‌ها و مشکلات و مافیای اقتصادی که حول رهبر جمهوری اسلامی و شخص او شکل گرفته باعث انهدام درونی برجام و نهایتاً خروج ترامپ شد و این مسئله دیدیم که داشتن حق غنیسازی در داخل خاک ایران بزرگترین مانع رسیدن به توافق شد و این عدم توافق هم منجر به این جنگ شد. پس عامل دوم هم اون ابهام هسته‌ای و کارشکنی رهبر جمهوری اسلامی در تحقق کامل برجام و رفتن به سمت برجام 2 و برجام 3 و برجام 4 بود. دلایلش سیاسی، مافیا اقتصادی و در واقع کینه‌های شخصی او از تحولات افرادی مثل روحانی، هاشمی و این تیم اصلاح طلبان بود. سیاست سوم که به نظرم خیلی عجیب بود در دوران رئیسی که اتخاذ شد، دخالت آشکار و ارسال اسلحه و تسلیحات تهاجمی به روسیه برای حمله به اوکراین که کشور در خاک اروپا قرار گرفته و این در واقع یکی از عجیب ترین و ضد امنیتی ترین و خلاف ترین سیاست امنیت ملی بود که توسط دولت رئیسی اتخاذ شد و البته
میدونیم که دولتی به نام دولت رئیسی وجود نداشت، دولت بیت بود و این همپیمانی پنهان و ارث و یک نوع آشکار کردنش بعد از اینکه این اتفاق افتاده برای ارسال پهپاد و موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در خاک اروپا به عنوان کشور متجاوز جنگ بین روسیه و اوکراین. این هم سیاست عجیب و غریب و ضد امنیتی بود که اتخاذ شد و منجر شد که ایران در لیست سیاه کشورهای اروپایی قرار بگیره و هیچ گونه رابطه‌ای و فهم مشترکی با اروپا شکل نگیره و تبدیل بشه شکاف بین دو طرف اقیانوس اطلس که امریکا و در واقع اروپا بود. بعد از خروج امریکا از برجام این شکاف ترمیم بشه و هر دو طرف ماجرا به این نقطه برسن که ایران و جمهوری اسلامی یک بحران امنیتی ساز نه تنها در منطقه بلکه در خاک اروپا. این هم سیاست عجیبی بود که اتخاذ شد و منجر شد که ایران در لیست سیاه کشورهای اروپایی قرار بگیره. در کنار غنیسازی بالای 60% این دو حرکت در علیه اروپا منجر شد که سه کشور اروپایی این قطعنامه اخیر رو در آژانس تصویب بکنن و مستمسک قانونی و رسمی شد برای حمله اسرائیل به خاک ایران. اما در عرصه داخل 3 تا سیاست و 3 تا در واقع پروژه و در واقع عامل رو اینطوری بگم شکل گرفته که باعث شده که امروز به این نقطه برسیم. سیاست اول ناکارآمدی بود، در واقع سیاست دوم فساد بود و سیاست سوم سرکوب. هر سه این مسئله هم ناکارآمدی حیرت آوری که در جمهوری اسلامی و در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگ اجتماعی و محیط زیستی هست، در کنار فسادی که تبدیل شده به غارت ملی برای ویژه خواری افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و وابستگان به حکومت که نمونه‌شو خودمون در چای دبش دیدیم و در واقع امام جمعه‌ای که زمین خوار بود، و سرکوب حکومتی که از میرحسین موسوی تا فاطمه سپهری، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده و خانواده‌های داغدار و پدران و مادران زندانیان سیاسی رو دستگیر میکنه و سرکوب میکنه و میدونه که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از در واقع دستاندازهای روابط ایران با اروپا وجود در واقع زندانی کردن نرگس محمدی بود و جمهوری اسلامی زیر بار آزادی اون نرفت تا این اواخر. و همچنین سیاست گروگانگیری از شهروندان دو تابعیتی و شهروندان اروپا برای آزاد کردن کسانی که به جرم دور زدن تحریم ها در واقع در کشور اروپایی و آمریکا زندانی شدند. اینها مجموعه این سیاست های داخلی یعنی ناکارآمدی حیرت آور در مورد فساد که تبدیل به غارت ملی شده و سرکوب منجر شد که امروز ما با یک جامعه روبرو باشیم که هیچ گونه توانی برای دفاع از خودش در مقابل حمله خارجی نداشته باشه. و امری که در واقع متاسفانه به نحو حیرت آوری رهبر جمهوری اسلامی نشنید و نفهمید این بود که شما نمیتوانید در برابر تهاجم یک کشور خارجی ایستادگی کنید وقتی کسی مثل میرحسین موسوی رو در زندان کرده، مثل مصطفی تاجزاده، مثل سعید مدنی، نرگس محمدی، فاطمه سپهری و انواع اقسام اسامی که همشون بیگناه هستن، در کنار اعدام‌های عجیب و غریب جوانانی که حتی مبتنی بر همین فقه سنتی و قانون مجازات اسلامی منسوخ شده خودشون که مسبب خودشون هم هست با شبهات فراوان جدی روبروست. اما می‌بینیم که این ماشین اعدام هیچ وقت از کار نیفتاده و جوانها رو اعدام میکنن با اتهامات واهی، مستندات ناکافی و در واقع با یک پروژه امنیتی سیاسی قضایی تخریبی و سرکوبی. و این موضوعی بود که متاسفانه برای این 30 سال رهبر دوم جمهوری اسلامی ما نتوانستیم به او حالی بکنیم که شما نمیتوانید با سرکوب بر مقابل کشور خارجی بجنگید. و متاسفانه امروز ایشون و کشور ایران و ملت ایران دارن بهای این سیاست‌های عجیب و غریب و ایجابی و عمدی برای فساد، ناکارآمدی و سرکوب جامعه مدنی و مردم ایران رو با بالاترین هزینه پرداخت میکنن، در کنار اون سیاست تخریبی و ضد امنیتی منطقه‌ای و خارجی. امیدوارم که محصل در واقع این بحث‌ها، گفتگوها، انتقادها و هشدارها به نوعی بشه که ماشین جنگ متوقف بشه، ما به یک حداقلی از آتشبس موقتی برسیم، مذاکرات برای حذف غنیسازی و توقف غنیسازی و انتقال اورانیوم به خارج از کشور در واقع به روی میز بیاد و اسرائیل و خود تجاوزکارانش رو در واقع ما بیشتر بهانه و در واقع طعمه نشیم و امیدوارم که هر چه زودتر این روند تخریبی جنگ رو به پایان بگیره و مردم ایران بتوانند یک شروع تازه‌ای داشته باشند. با سپاس.